اگر شما خواهید در این اقدام نیک با ما باشین، این همین رقم های ما هست. خوش برادرای عزیز، ما در شهر کلوب قرار داریم. با برادرای عزیز این ما محصولات را گرفتیم، میرویم مکه. آیا شما از شرکت زیارت شاپ که در شهر مسکو با طبابت گایمرید، هیجاما و تمام داروهای گیاهی برای تمام دردها خبر دارید؟ داروهای گیاهی برای معده، روده، گرده، راه پیشابدان، فربهی، خرابی، مردانگی، زنانه، برای موی سر، خلاص برای تمام دردها خود حاضر شما می توانید با رقم‌های در روی نوار بودن مراجعت کنید. اگر از نام ما گپ زدین، برای شما تخفیف یعنی اسکیدکا میکنند. تحویل یعنی دستافکا با تمام شهرهای روسیه و اینچنین با تاجیکستان و شهر دوشنبه وطنی عزیزمان. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به همین چیزها. این چی است؟ این پلاسترای در کف پا چسبانده می شود برای تمام درد بدن، چه زانو در میکند، میون در میکند یا اینکه دیگر جا، حتی برای شخصانی که تست پیشابشون میگیرد بسیار فایده کلان دارد، یعنی برای خنکی را نیست کردن. از این چیز من خودم استفاده بردم و نیز برای شما توصیه داده شدم. چیزی خوب برای تمام شخصیت ها، برای خرد و کلان، برای زن و مرد، برای هر شخصیت، یعنی که مفید است. میتونید که بین این رقم ها مراجعت کنید. دستافکا یعنی تحویل با تمام شهرهای تاجیکستان در شهر دوشنبه رایگان. و این چیزی که در دست ما میبینین این زیدراند است، یعنی که رکسون هست که از علف آماده شدگی هست. یک ذبح زیبا یعنی بوی زیبا دارد برای شخصانی که زیر کششون یعنی که سیاه شدگی هست، یعنی که بوی میکند. نه تنها برای زیر کش، برای پای هایی که شخصانی بو میکند یا اینکه یکم گریباگ دارن بسیار فایده کلان میرسوند. میتونید فرمایش دهید برادر عزیز چیزای لازمه برای هر یک شما. با عرض سلام و ادب و احترام هموطنان عزیز و بینندگان سامانه صدای امید. دوستان عزیز، ما هر روز تلاش کرده ایستاده ایم به شهر و ناحیه ها رویم. یک اقدام نیکی رو پیش گرفتگی هستیم. جویان میشویم شخصانی کم بضاعت، معیوب، بی‌وزن، بیچارگان که بسیار با کمک ما و شما نیاز دارند. باز یک نوار میمونم شما تماشا کنین. برادرای عزیز، ما در شهر کلوب قرار داریم. باز با برادرها خرید کرده استیم. یک عائله کم بضاعتی است که بسیار در یک شرایط وزنی قرار داره. باز با میریم این نزدیک با شما میبینین. باز خرید میکنیم میبریم شهر. او خودش خبر نداره. باز به خاطر خدا میتیم شما با یک اقدام نیکی دیگه هم داریم. خیلی مناسب باشه بعد این کار انجام کرد دادن و اقدام به شما میرسونیم. از شما فقط یک کف دعای دوستان عزیز، هیچ چیز طلب نداریم. فقط در حق ما دعا کنید، در حق برادرها دعا کنید که در چنین کارهای خیر همیشه پیشصف هستند. با برکت شما بخیر. با برادرای عزیز این ما محصولات را گرفتیم، میرویم مکه. سلام علیکم برادرای عزیز. نه برادرمون این احوال زندگی برادر ما خوراک رو آوردیم. در یک وضعیت بسیار دشوار زندگی کرده ایستاده است. نگاه کنید، در همینجا خوراک میپزند، در اینجا خیر جای خوابشون هسته. نگاه کنید که چقدر شرایط وزنی در قرار داره. این برادر ما جراحی شدگی است. بعد جراحی دیگه سلامتی ای دست دادگی هستن. بزرگ که راه میگردد. خودش با یک همسرش زندگی میکند. 200 تومان پنسه میگیرن نفقه، از همه زندگیشون پیش بردستن. تاریک است و قدر نوار ساز نمیبیاید. ما تلاش میکنیم که روزانه اومده یک نواری دیگر گرفته و برای شما نشان میدیم. اگر شما خواهید در این اقدام نیک با ما باشین، این همین رقم های ما هست. خواهش میکنم تنها به خاطر کمک در همین رقم ها مراجعت کنین. واتساپ است. با کمک 3-4 برادر ما همین اقدام پیشه گرفتگی هستیم و خوراک و لباس و دیگر لوازماتی که برای همین زندگی کمیزات ها و معیوبا لازم است ما خرید کرده برده در خاندانشون میسپاریم. و نفرانی که میخواهند راه های دهه خود را تعمیر کنند، یعنی که اسفالت سازند، منفرش،
شما میتونید که مراجعت کنین. ما سرجمانه با مردم تلاش میکنیم و این کار خیر رو پیش گیریم و شما رو هم نیز دستگیری کنیم.